بسم الله الرحمن الرحيم. دعای ترس از شرک. دعاء الخوف من الشرك. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بار الها از اینکه با آگاهی برای تو شریک قرار دهم به تو پناه میبرم و اگر به یگان آگاهی برایت شرک قرار دهم از تو طلب آمرزش میکنم. شرک یعنی شریک قرار دادن به الله سبحانه و تعالی در عبادت و عملها. فایده های حدیث: فایده اول، میزان شفقت و رحم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به امت خود که همیشه آنها را از واقع شدن در شرک برحذر داشتند که این راه نجات و آمرزش برحذر داشتند. فایده دوم، یادگیری توحید جزء مهمترین و واجبات شرعی است، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس در حال با الله روبرو شود که به وی شریک نآورده است داخل بهشت می شود، ولی اگر مرتکب عمل شرک شده باشد به دوزخ خواهد رفت. صحیح مسلم. فایده سوم، شرک بر دو نوع است: شرک اکبر که انسان را از دایره اسلام بیرون میکند و عبارت است از پرستیدن شخصان و چیزها و ترس و امید از آنان. دوم، شرک اصغر مانند قسمیات خوردن به غیر الله و گفتن سخنان که مانند این سخن باشد: اگر الله و فلانی بخواهد، اگر تو و الله نبودی و غیرها.